طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ محیط زیست، شهروندان عهده دارند محیط زیست و ذخیره‌های طبیعی را حفظ و احتیاط نمایند. اقدام با مقصد بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان، تقویت بخشیدن اشتراک و سهم اهالی در حفظ محیط زیست، سرریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوق اقدام تازه نگاه داشتن محیط زیست آداب انسانی است اعلان می‌نماید. برای اشتراک در اقدام تازه نگاه داشتن محیط زیست آداب انسانی است، شما باید لحظه‌های از طرف شهروندان و کارخانه و تشکیلات‌ها در جایهای غیر رسمی پرتافتن، گذاشتن پرتاب‌های استعمالی، استحصالی، ساختمانی، خطرناک، حالت‌های معاملات نادرست با پرتاب و بریش غیر قانونی درختان را در قلمروی ولایت سوق عکس برداری یا نوار برداری نموده، سپس آن را به رقم واتساپ و تلگرامی سرریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوق 99 666 96 99 ارسال نمایید. مخفیت نام و نسب شما نگاه داشته می شود. هر چقدر عکس و نوار ارسال نمایید، امکانیت غالبیت شما در این اقدام بیشتر می گردد. اقدام تازه نگاه داشتن محیط زیست آداب انسانی است. هر 3 ماه یک مرتبه جنبست گردیده. اشتراکجان فعال و غالبان را تحفه ها انتظارند. شتابید. شهروندان عزیز، اشتراک در این اقدام سهم ارزنده شما در حفظ محیط زیست است. سرریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوق.